دیشب 35 نفر از فامیلای مادریم مهمون خونم بودن که مامانم آشپزم بود. مرغ مجلسی به روش مامان که نگم از طعم و لذیذ بودنش. اول مرغا رو به نمک و زردچوبه آغشته و بعد توی روغن فراوون قرمز میکنیم. بعد پیاز رو به همراه فلفل تفت میدیم و رو به گوجه و کمی آب نارنج اضافه میکنیم و مقدار کمی هم آب میریزیم و اجازه میدیم تا کامل بپزه. حالا نوبت گوشت شاهانه و مجلسی مامانه که مثل قند تو دهن آب میشه. اول گوشتا رو به تیکه‌های بزرگتر برش میدیم و سیر و پیاز و ادویه و روغن و یه استکان آب رو اضافه میکنیم و درش رو میذاریم تا کامل بپزه. اینجا من دارم ناز خاتون درست میکنم. اول بادمجونا رو کباب میکنیم و به صورت ساتوری خورد میکنیم و با آبقورو و دلال و کمی شکر مخلوط میکنیم. این چاشنی سنتی مازندرانی‌ها خیلی خوشمزه است. بعد رفتیم سراغ برنج که مامانم برای سفید شدن و خوش‌طعم شدن برنج آب نارنج و کمی زیره اضافه میکنه.